صبح 14 فوریه سال 2024 در شورای دوشنبه خوجندچنوق در حدود نویه عینی بر اثر بفان دریا چپه شدن ماشین تمغه تویوتا کارولا 3 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر 2 عکس از جای حادثه در اطلاعش گفت که در رفع عاقبت‌های این صدمه پرقربانی نجات بخشان این نهاد نیز اشتراک کردند. بنابراین منبع صبح 14 فوریه سال 2024 ساعت 9:10 دقیقه به وقت محلی به قسم نوبداری فوری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در کیلومتر 124 شورای دوشنبه خوجندچنوق در حدود نویه عینی ولایت سوخت صدمه رخ داده است. نجات بخشان شعبه ولایت‌های فوق‌العاده وادی زرافشان به جای حادثه آمده معاین کردند که راننده ماشین تمغه تویوتا کارولا ساکن 25 ساله شهر کونیبادام ولایت سوخت که از شهر دوشنبه و طرف خوجند حرکت میکرد در این قسمت راه ازوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده و ماشین او از بلندی بفان دریا سر و زیر شده است. در نتیجه راننده و 2 مسافرش در جای حادثه جان دادند. نجات بخشان با کمک تجهیزات کوهنوردی به ساحل دریا فرآمده با استفاده از وسایل مخصوص جسد راننده و هر 2 مسافرش را از درون ماشین بیرون آوردند و به مقامات دخلدار سپردند. در رابطه با این حادثه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از رانندگان خواسته است که در راه از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و تمام قاعده‌های حرکت در راه از جمله سرعت را قطعاً رعایت کنند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.